خب همونطور که عرض کردم خدمتتون، بحث برنامه‌ریزی و طراحیه. ما در هر کار خاصی یه سری علوم خاص خودش استفاده میکنیم. مثلا در مهندسی ریاضیات، هندسه، آمار، فیزیک، شیمی. در تجارت خارجی خب ما به ریاضیات و آمار پیش نیاز خیلی قوی داریم و احتیاج داریم که از اینا استفاده کنیم به عنوان ابزار. اما یک موردی که در تجارت وجود داره بحث برنامه‌ریزی و طراحی بر اساس الگوهای رفتاری انسان هاست. یعنی ما باید رفتارهای بازار هدفمون رو بررسی بکنیم تا بتونیم که مهمترین قسمت کارمون که اون بحث فروشه بتونیم براشون طراحی کنیم و یک الگوی مصرفی واسش بسازیم که با این الگوی مصرف پیش بینی کنیم که کالای ما به این صورت فروش میره، به این قیمت فروش میره. این پیش بینی ها واقعا لازمه در کار تجارت. پس ما در تجارت به علوم رفتارهای انسانی نیاز مبرم داریم. تفاوت خیلی بزرگی که علوم اجتماعی با علوم دیگه داره اینه که علوم اجتماعی چون بر اساس رفتارهای انسانی متغیرهای زیادی توش دخیله. یعنی در علوم دیگه شما یک سری فرمول به دست میارید و با اون فرمول خیلی کارا رو انجام میدید. اما در علوم اجتماعی بحث رفتارهاست. شما ممکنه یک کالای خاصی رو در یک زمان خاص مصارف متفاوتی براش پیدا کنید. یعنی بر اساس جنسیت، مرد بودن، زن بودن، بر اساس سن، جوون، میانسال، پیرمرد، پیرزن، یا بر اساس ساعات، در یک ساعت روزی مصرف بیشتره، در یک فصلهایی مصرف بیشتره. پس علوم اجتماعی نیاز مبرمی داره به بحث رفتارهای انسانی و با متغیرهای بسیار متفاوتی روبروه که این خودش چالش بزرگی رو در این بحث ایجاد میکنه. ما نمیتونیم با یک فرمول، یک چارچوب خاص رفتارها رو در واقع پیش بینی بکنیم و یک قشر خاصی نمیتونن برای ما تعیین کننده الگوی مصرف باشن. باید خیلی طیف دید ما وسیع باشه. اینها همش تو یک مسیر حرکت میکنه، اون مسیری که ما واقعا نیاز به استفاده از تجربه دیگران در این مهم داریم. یعنی ما اگر از این تجربیات استفاده نکنیم فرمولی نداریم که همه کارها رو بشه پیش بینی کرد و ما خود به خود برخورد میکنیم با یک سری چالش‌های بزرگ، به خیلی از راه‌های بسته، به خیلی از اتفاقاتی که در رفتارهای انسانی به وجود میاد و ما هیچ پیش بینی از اونها نداشتیم.